1846 از 2006 مدلش است. ریتارد داره، کولر داره، یخچال داره، بخاری دیزلی داره. میخوره این یخچالش است. فهمیدی؟ قسمت چیه؟ این چپرکت اولش است. خب که کلینر قرار خودش قرار این داخل میشه. رارین داخل میشه. این چپرکت دومش است. چند میرم شاید گیری از این موتر با کجا؟ نه به گیرش همی است. همین؟ ببین ها همی را چه روشن میکنی دیگه. همراهان عزیز سلام و درود. با همکارا آمدیم به قوای 4 هرات و دقیقاً سوژه را انتخاب کردیم تا برای معلومات همه ما شما خیلی خوبه. سوژه را انتخاب کردم در ارتباط به موترهای بزرگ. آمدیم اینجا داخل فروشگاه داخل میشیم که ببینیم قیمت‌های از این موترها چنده، چی نوع مدل‌های داره و از کجا وارد میشه. با ما باشین تا 0 تا 100 یک گزارشی اختصاصی در ارتباط با موترهای بزرگ با هم داشته باشین. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم. بخیر است. خوب است جناب که جای است. بخیر است. بخیر باشین. یک معرفی کوتاه بعد میریم سمت موترها. سایه سنم عبیدالله است. او چی؟ عبیدالله. چند وقت میشه دقیقاً موتر میفروشین؟ موتر من 21 سال میشه. 21 سال میشه. به همین جایی؟ به هرات. به همین جا. از ولایت میدان وردگ است. از میدان وردگ. خب خیلی خوب. پس تجربه بسیار زیاد دارید. زیاد داره. خیلی خوب میشه. ما به خاطر از اینکه بیننده ها از ما درخواست کردن که این موترهای بزرگ را گزارش تهیه کنیم، اول شما با ما بگوین که اسم از این موتر چیه؟ این موتر بین ساکتروز میگه. خب کمپانی بین ساکتروز میگه 1846 است. 1846 از 2006 مدلش است. ریتارد داره، کولر داره، یخچال داره، بخاری دیزلی داره، بطری سلپ سیواچ، جامبو است. باشه وطنی صحبت کنم. دقیقاً اسب اسب همینه دیگه. همین اسب پس اکثریت مردم اسب میگه، اکثریت مردم کله میگم. کله. خیلی خوب. کله ماشین. خب همراهان عزیز، دقیقاً من میخوام یکی از این موترها را داخل سیت را به تصویر بکشم و ببینم که چه مشخصات داخل سیت از اینا داره. با ما باشین. استاد جان اگر دروازه همین موتر رو باز کنین که ما بریم به داخل و ببینیم که داخل سیت ازی چه قسمه. خب بیننده‌های عزیز، بالا شدن داخل از این موترها واقعا مشکله. چند تا راپله میخوره تا به سیت میرسی. ما همین اکنون داخل سیت یکی از این موترهای بزرگیم و استاد دیگه ما توضیح میدن. مقصد خلیفه هم شدم. خواسته جان این سیت یا نه درسته؟ این سیتش است. خب این جای یخچالش است. خب این یخچالش است. خیلی این یخچال است. اینجا یخچال که مو انرژی و چیزا را یخ میکنه. یک وقت موتر را روشن میکنی اونجا بطن داره میزنی همین یخچال یخ میشه. انرژی و چیزا میندازی به خاطر آسودگی راننده چه داخل سرک استاد نشه، سرک بند نکنه. با میتر براوتار همین که هر وقت حرکت میکنه به یک جای باز همین چیزا را پر میکنه برای یک چیز میخوره. این یخچالش است. فهمیدی؟ قسمت چیه؟ این چپرکت اولش است. خب که کلینر قرار خودش رارین داخل میشه. رارین داخل میشه. این چپرکت دومش است. چند میرم شاید تا شاید. فهمیدی؟ خیلی خوب. چپرکت دومش است. فهمیدی؟ خیلی خوب. این چپرکت دومش است. خب که در یک قسمت هم همین جا شاگرد خواه شود. شاگرد اینجا پایین رارین داخل شود. اینجا شاگرد خواه شود. دو چپرکت است. و دیگه بخیر امو یخچال و بخاری دیزلی و کولر و چیزا داره. این مخابره و چیزا اشکالش بسته است. این قسمت مخابره نه؟ مخابره است. فهمیدی؟ کدوم؟ همین مخابره است. از تلفن است. اینا مخابره است. خیلی اینا مخابره جا شکسته شده. متوجه شدم. دیگه همین مخابره است. فهمیدی؟ این تولبک سایش از تولبک سواز میشه. یک وقت آدم کالا بگذاره بایک چیزی داره بایک داشته باشه دیگهش است. همین چیزا و دیگهش است. اونم فشار بده همین چیزایش است. فهمیدی؟ این موتر اکتروز است و دو چپرکت است. بخاری دیزلی به زیر پایدان بسته میشه. فهمیدی؟ همین زیر پایدان بخاری دیزلی بسته میشه. این یخچالش از دو تا چپرکت داره. دیگه همین موتر از 2006 مدل است. چوکی ها از اینا کدام ویژگی خاصی نداره؟ چوکی بالا میشه. یک وقت موتر روشن میکنی میزان باشه سر چوکی صندلی مردکه میشینه دیگه روشن میکنی چوا پورا کنه اونجا مردکه بمپر نپامه خودش همین چوکی چه بالا شد اونجا میپامی چه هوا پورا کرد چوکی را بالا میاره.
امی یک شاگرد باز چوکی باد نمیگیره، هوا نمیگیره، از راننده باز هوا میگیره، بالا میاد دیگه بخیر همونجا روشن کنی چیزا را گم میکنه، بعد از حرکت میکنی بخیر. و این قسمت هم کس این امپرش است. خوب این رزنگش است تا 15 چه گاز بتی باز یه بگیر میخوره فهمیدی، تا 15 گاز بتی بگیر میخوره فهمیدی. این امپر هوایش است فهمیدی. این از تیل است، او رزنگش است مثال تا چند میره، تا 120 میره. بخاری دیزلیش است و این هم در کل فرمانی. فرمانش است. گیری از این موتر با کجا؟ نه به گیرش همی است. ببین همی را چراشان میکنی دیگه، ایرا میگیری اینجا کلچ میگیری، اینجا ایرا فشار میتی با گیر اول میخوره دیگه، سیلو این گیرا را میزنی باز نسبت گیرم داره. یک وقت میخوای به بلندی بالا میشی موتر کم ریزی میکنه، از اینجا هم کم میشه هم بالا میشه. معلوم میشه برای لوازی که شما فروشنده از این موتر هم خوب سه بلده نه؟ بلد است. اول اگر حقیقت برات بگم به افغانستان همی 21 سال میشه ما دست اول هستیم، ما از مردم نمیخریم، ما از اروپا خودش میاریم، به خودش میریم دنبالش میاریم هم اینجا به افغانستان، باز به این طور نرخا به مردم میتیم که هم به مردم یک چیز جور شود، هم برای ما چیز جور شود، هم کار از مردم بچله هم کار ما بچله. ما میخوام که می تجارت به افغانستان پیشرفت بتیم فهمیدی دیگه. جا ما نه کار کردیم نه دیگه جای کار میکنیم، همینجا به خاک خودش به افغانستان کار میکنیم، میخوام که به مردم یک سکولت بیاریم. امی بخاری دیزلیش است میبینی زیره، یک وقت موتر یک جای بعد مانه برق باشه اما بخاری دیزلی میزنی، همی بخاریش از دیزلی میزنی، از تانکی تیل میاد کم کم یک ماه استاد باشه موتر تا برق خلاص نکنه، اما بخاری میچلانه تیل اینطور کم تیل میخوره مردکه اونجا داخلش بشینه گرم میاد فهمیدی. این مشکل است، پیش رویش مشکل است فهمیدی. این مشکل است، یک رقم میاد کمانی میاد خوب مثل همون موتر دیگه او کمانی میاد. این مشکل است، اکثریت مردم مشکل خوش میکنه، اکثریت مردم کمانی خوش میکنه فهمیدی. این فرق از کمانی و مشکل چیه؟ اکثریت مردم میخواد به خامه باز مشکل شاید کار نتا زیاد آدم هم میزنه مثل 580 و با پخته باز مشکل کامیاب شده فهمیدی. این مشکله، این مشکل است. این تول باکسش است فهمیدی. این تول باکس سامان مامان میندازی داخلش، این یک تول باکسش است فهمیدی. خیلی خوب. این دیگه تول باکسش است میبینی، دیگه تول باکسش است، یک کالا مالا میگذاری به این تول باکس خوب بخید دو آدم هم جا میشه. همین چیز است فهمیدی. این تول باکس این باز شما برات گفتیم 405 نه این 5 است فهمیدی. این تانکی موادش است، یک رقم مواد سال به خارج میندازه، به می خاطر میندازه به خارج کم ذره به می چیزم پارسنگام کمک میکنه، پارسنگ ماشین چرپ نگاه میکنه و دیگه گپ ای است که همه اگزاز دود در نمیکنه. با افغانستان مال اکثریت مردم همی ایرو سرش بند میکنه، اینجا بشکش 2000 است یا 3000 افغانی است، همی 20 لیتر چند است، همو را میندازه به خاطر از این ماشینم چرپ نگاه میکنه و با تیلم کم ذره پارک میته فهمیدی. این تانکیش است، این تانکیش است فهمیدی. تیل داخل از این تیل داخل از این میندازه. این تانکیم 6.5 لیتر است، 6.5 لیتر داخل 6.5 لیتر این تانکیش است، همین تیل میندازه و دیگه او جای بیتریش است فهمیدی. اونجا بیتری میخواد، اگر مدلش بالا باشه کلش به مو پشت بیتری میگیره فهمیدی. که دقیقاً همین جایی که میاله به تصویر کشیدیم اون قسمتی که بطری بیتری از اونجا بیتری می همون مدل پایین بازی طور جای بیتری میخوره. خب مدل بالا چه باشه اونجا بیتری میخوره. دیگه کدام بخش نه اینجا چیه؟ اینا فیلترایش هست، مثال فیلتر هوایش هست، همین چیزای جبس چی از اساس مشکل است، اونجا مشکل است. این شتاترش است، اکثریت مردم شتاتر میگه، اکثریت مردم ریتات میگه. این همین 5 تاک است. همین سلند از در کل 6 سلند است، مجبور هستی ودا بالا کنی بعد از این 6 سلند است فهمیدی. امیرا چه برات میگم، امیرا اگر نباشه باز 2 تاک خبگون میاد در داخل، امی 5 تاک امیم خبگون میاد داخل، از این خبگون میباشه. این 5 تاک ریتات میگه، شتاتر میگه. با زبان ما شما ریتات میگیم، با زبان خارجی ها باز شتاتر میگه. معمولا که خود یک نفر بیا اینجا و خرید
دقیقاً همین موتر که در کل با ما توضیح دادین چقدر قیمت داره؟ همین قیمتاش است مثال حالت تیلر میاد تیلر است مثال همین این خالی کلهش است همین کلهش به چند دادن؟ کلهش میاد مثال تا 26000 تا 26500 تا 27000 شما بازو متباقی همین بادی که هست بادی باز جدا میشه بادی تا بادی پارک داره بادی از 6500 شروع تا 8000 بادی پای تا 8000 خیلی خوب یعنی به $30,000 میتونی صاحب یک موتر کلان شوید 25000 میتونی 25000 میتونی چه صاحب موتر شوید به 30000 میتونی صاحب موتر شوید تا موتر پارک داره چه موتر اینا رو معمولا برادر از کجا وارد میکنین به افغانستان؟ از آلمان اینا بیشترشو از آلمان از آلمان است اینا چلیدگیه؟ همونجا چلیده به آلمان اینجا برای ما نوارد حساب میشه شما نوارد حساب میشه خیلی خوب مدل زیر گفتین چنده؟ 2006 خیلی خوب 1846 اینا چی میخوره منظور ما تیل میخوره تیل چی دیزل پترول همین دیزل میخوره یک خوبی دیگه هم داره که ایرو 5 است ایرو 5 است موادم میخوره موادم یک رقم مواد است به خاطر همین ماشین چمی پارسنگاش چرپ نگاه میکنه او دود از اگزاز بدر نمیکنه از خاطر از او این چیزا اینا مثل موترهای خورد وری سلند داره 6 سلند است 6 تا 8 سلند است تا 4 سلند است 6 سلند است مدل 2006 بود 2006 خیلی خوب میشه بیننده عزیز من میرم سراغ موترهای بعدی و در وسط برنامه کوشش میکنم که یکی از موترها را کلا 0 تا 100 رو به تصویر بکشم و همچنان قیمتی را هم پرسان بکنم این موتر چی است 2013 این اسمش چیه این پور میگه چی میگه میطوری یک نامش است این به ساخت نو آمده پشت همین موترهای کنه نیست 2012 و 13 پشت از او آمده حالی تا 16 آمده تا 17 آمده تا 18 آمده این از کجا وارد شده؟ این از آلمان وارد شده این به کلچ است ریتات نداره یخچال نداره و این شیپ نو است فهمیدی که می از آلمان وارد شده این مردم مال کم زره تازه شروع شده از آلمان مردم مال کم زره که از این بلد است زیاد خرید پروش نداره خب باز مردم سیلو با 100 $50 میچله به شهر افغانستان بیشتر مشتری ها شما در افغانستان که وقتی میان شما خرید میکنن از کدام ولایت هم؟ از ولایت مزار میان از هر ولایت از پرا است از نیمروز است از ولایت میدان وردگ است از 34 ولایت اینجا به هرات میان همین اول موترا چه پروش میشه همین ماشینا چه پروش میشه به میرات از 34 ولایت هم اینجا مردم زندگی میکنن اینجا موترا اول از اینجا میره به کابل باز به مزار میره اونجا به موتر پروشات توزیع میشه چند تا سلند درسته 6 سلند یم 6 سلند 6 داخل از این فروشگاه شما موتر دارین که 8 تا سلند داشته باشه 8 نداریم 8 نداریم کل 6 سلند همه 6 سلند 6 خب پوینتر نیه نه 6 پوینتر نه اینم کتاب بگین چی اسمی و سال چند اینا اکتروز است 2007 مدل است شیپش هم 2007 است از پاورش 1844 است 05 است به کلچ است ریتات یخچال مخچال چیزا بخاری دیزلی کولر مولر هم کلی چیزا داره خیلی خوب این همینطور چیز است ببینید عزیز ما به خاطر از اینکه بفهمم قیمت از اینا چنده یک موتر انتخاب میکنم دقیقاً میرم روی قیمت یا درسته حاجی صاحب مثلا در داخل همین موترها توجه مرا همون موتری سفید 2000 مدل است یعنی موتر سفید دقیقاً مشخصاتی رو بگین و قیمتی رو 2000 مدل است 43 است و اون از آلمان آمده و ریتات نداره خفگون داره کولر داره بخاری دیزلی داره همین چیزا داره فعلا ایرا قیمتش از این 19000 است 19000 $19000 است اما با جورآمد یا نه با جورآمد اینطور جورآمد داره $19000 میگیم کم زره با جورآمد داره کم زره در چی حد؟ تا 500 جورآمد داره 500 جورآمد داره خیلی خوب یعنی آخرین قیمتی اونمو 18000 ما موتر داریم اینطور موتر است تا 18000 هم داریم اینطور موتر است تا 18000 هم داریم تا 18000 تا 18000 هم داریم یعنی پس ما این مدلش هر چی پایین بیای همینطور قیمتاش هم پایین این مدل چند بود 2000 2000 من فقط این رنگی کمه که جذب کرد به سمت رنگش سفید است چند رنگ است مثال زرد است سرمه‌ای است سبز است جگری است سیاه است داخل از این فروشگاه خب قیمتی ترین موتر شما چند قیمت ترین موتر ما داریم تا 25000 تا 26000 داریم تا 26 تا پایین ترین قیمتی که پایین ترین چه نباشه از 17000 تا 17000 داریم 17000 خیلی خوب میشه
این هم گفتین دقیقاً چند سالن داره؟ 6 است، کل 6 است. 6 سال. آه. خیلی خوب. تشکر بابت تمام توضیحات. قربان شما. همراهان عزیز، گزارش ویژه‌ای بود در ارتباط با موترهای بزرگ که کوشش کردیم قسمت‌های مختلفی از این موترها را به تصویر بکشیم و کاکا جان هم واقعاً تا حد توان توضیح دادن. امیدوارم گزارش مفیدی باشه. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی بدرود.